آیا تا حالا برات پیش اومده که از اشتباه کردن بترسی؟ و به همین دلیل کاراتو مدام به تعویق بیاندازی و اهمال کاری کنی؟ از ترس اینکه نتیجه مطلوب نگیری اصلا هیچ وقت کاری رو شروع نکنی؟ مدام به دنبال انتقاد از خودت باشی و از موفقیت هات راضی نباشی و لذت نبری؟ آیا مدام به دنبال تایید طلبی از دیگران هستی؟ اینها همگی نشونه ای از کمالگرا بودنه. سلام، من رویا هستم و اینجا چنل تخصصی خودآگاهیه. در این ویدیو قصد دارم در مورد کمالگرایی، تعریف اون، ریشه های کمالگرایی و راه های مقابله با اون صحبت کنم. قبل از هر چیز ازت میخوام این چنل رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای آموزنده هر هفته ما رو از دست ندی. و اگر احساس میکنی این ویدیو به درد دوستات میخوره، همین الان شیرش کنی تا اونها هم همراه ما باشن. اگر میخوای بدونی کمالگرایی چیه و راههای مقابله با اون چیه، باید یه مسیری رو طی بکنی. اول لازمه که یه تعریف از کمالگرایی بدونی. بعد بدونی که آیا تو واقعاً آدم کمالگرایی هستی یا نه. اگر آدم کمالگرایی هستی، بررسی کنی ببینی این کمالگرایی چه مشکلاتی برات ایجاد کرده. بعد هم این که بدونی ریشه این کمالگرایی کجا بوده و الان چاره چیه، راه حل چیه و چطوری میتونی با اون مقابله کنی. اگر دوست داری همه این مسیرها رو با من طی کنی، ازت میخوام تا انتهای این ویدیو همراه من باشی تا من با یه آزمون بهت یاد بدم چطوری متوجه بشی آیا تو کمالگرا هستی یا نه. قبل از هر چیز لازمه با یه آزمون کمالگرایی تو متوجه بشی که آیا آدم کمالگرایی هستی یا نه. من اینجا یه آزمون رو بهت یاد میدم که خودت متوجه بشی آیا کمالگرا هستی یا نه. این آزمون 15 تا سوال داره که تو میتونی با 4 تا جواب 1 کاملا مخالفم، 2 مخالفم، 3 موافقم، 4 کاملا موافقم این آزمون رو جواب بدی. من اینجا 15 تا سوال رو برات میخونم، میتونی اون رو یادداشت کنی که بعد از این ویدیو از خودت این آزمون رو بگیری. 1. من همیشه منتظر بهترین موقعیت برای شروع هستم. 2. من باید بی‌نقص و شرم باشم و کارهامو عالی انجام بدم. 3. من باور دارم که دیگران از من انتظار عالی بودن دارن. 4. حتی فکر کردن به شکست هم منو میترسونه. 5. وقتی کارا خوب پیش نمیره، ادامه دادن اون کار برام سخت و دشوار میشه. 6. یا کاری رو انجام نمیدم یا باید اون کار رو به بهترین شکل انجام بدم. 7. کارهام به کندی پیش میره چون بیش از اندازه به جزئیات توجه میکنم. 8. وقتی اطرافیانم اشتباهی میکنن به شدت کلافه و عصبی میشم. 9. همیشه برای کارام تعلل میکنم. 10. تا مطمئن نباشم نتیجه مثبته اصلا شروع نمی کنم و باید یه تضمینی رو داشته باشم. 11. وقتی میخوام کاری رو انجام بدم تمام راه‌های ممکن رو بررسی میکنم تا بهترین راه رو پیدا کنم. 12. من اعتقاد دارم همیشه همه چیز باید سر جای خودش باشه. 13. من آدم فوق‌العاده منظم و منضبطی هستم. 14. نمیتونم با هر کسی همکاری کنم چون معیارهای سرسختانه دارم. 15. استانداردهای من همیشه و در هر زمینه‌ای بسیار بالاست. جواب سوالاتتون رو جمع بزنید. اگر جوابتون بین 15 تا 25 اومد، کمالگرا نیستین. اگر جوابتون بین 26 تا 38 بود، یک کمی کمالگرا هستین. اگر جوابتون بین 39 تا 46 بود، کمالگرا هستین. اگر جوابتون بین 49 تا 60 بود، خیلی کمالگرا هستین. قدم بعدی اینه که تو بدونی تعریف کمالگرایی چیه. کمالگرایی تمایل دستیابی به نقاط بسیار عالی و بسیار بالا و بدون نقصه. در روابط کاری، روابط شغلی، محیط کار بی‌نقص بودن و بهترین بودن.
کمالگرایی به دو دسته تقسیم میشه: کمالگرایی خوب، کمالگرایی بد. کمالگرایی خوب یعنی همون تلاش برای رسیدن به موفقیت. اما کمالگرایی بد تلاش برای بی‌نقص بودن و بهترین بودنه که با خودش اهمالکاری رو به دنبال داره. فرد مدام کارهاش رو به تعویق میندازه تا بتونه بهترین باشه و در بهترین و عالیترین موقعیت شروع کنه. ریشه های کمالگرایی. کمالگرایی میتونه عللهای مختلفی داشته باشه، اما من اینجا چند نمونه از مهمترین ریشه های کمالگرایی رو براتون توضیح میدم. یکی از اونها میتونه ریشه های روانشناختی باشه که برمیگرده به دوران کودکی. زمانی که کارنامه رو گرفتین رو خیلی خوشحال اومدین خونه و گفتی مامان بابا بیا کارنامه منو ببین، 18 شدم. مامان بابا چه عکس‌العملی نشون دادن؟ گفتن کی 20 شد؟ تلاش کن دفعه بعد 20 بگیری. دوره بعدی انگیزه گرفتی، بیشتر تلاش کردی، سعی خودتو کردی که 20 بگیری. این بار خوشحالتر از دفعه قبل برگشتی خونه و گفتی مامان بابا بیا ببین من 20 شدم. اون موقع مامان بابا چه عکس‌العملی نشون دادن؟ گفتن دیگه کیا 20 شدن؟ چند نفرتون 20 شدین؟ اینجا بود که متوجه شدی تو کار خاص و خارق‌العاده‌ای نکردی. اگر فقط تو 20 می شدی خوب بود. الان تو تک نیستی و نفرات دیگه‌ای هم هستن که 20 گرفتن. اونجا متوجه شدی که باید خاص باشی و این کمالگرایی رو برای تو یه باور کرد. یکی دیگر از ریشه های کمالگرایی میتونه الگوهای فرهنگی اجتماعی باشن. الگوهایی که موفقیت رو با ارزشمندی همسان کردن. الگوهای غلطی که در ذهن اکثریت افراد جا افتاده. کسی که موفق ارزشمنده و یا کسی که ارزشمنده موفقه. در صورتی که اینطور نیست، یه نفر میتونه موفق باشه اما ارزشمند نباشه و یا بالعکس، یه نفر میتونه ارزشمند باشه اما موفق نباشه. یکی دیگر از ریشه های کمالگرایی محیط و فشارهای اجتماعی محیطی میتونه باشه. زمانی که محیط میخواد فرد رو در کوتاه‌ترین مدت به اهداف خودش برسونه. تبلیغاتی صورت میگیره، مثلا با 4 ماه درس خوندن رتبه اول کنکور شو، با 10 روز تلاش بهترین نوازنده یا موسیقیدان شو. این استانداردهایی هستند که ضررهای اونها از منفعتهاش بیشتره و با این فشرده سازی باعث میشه که فشار زیادی به فرد وارد بشه. نیازی نیست تو رتبه اول کنکور باشی، زمانی که کنکور رو قبول هم که بشی کفایت میکنه. کمالگرایی شدید اهمالکاری رو به دنبال داره. اهمالکاری میاد عنصر زمان رو اضافه میکنه تا تو اگر کاری رو انجام ندادی برای اون توجیه داشته باشی و مدام بگی حالا ایشالله از هفته دیگه، از شنبه شروع میکنم، از ماه دیگه شروع میکنم. اهمالکاری با اضافه کردن عنصر زمان باعث میشه که تو اگر کاری رو انجام ندادی عزت نفست خدشه‌دار نشه و مدام بهانه داشته باشی. مشکلات عمومی که کمالگرایی ایجاد میکنه: عزت نفس رو پایین میاره، ترس از شکست رو بالا میبره، تفکر همه یا هیچ ایجاد میکنه، تفکر 0 یا 100 بودن، یا کاری رو شروع نمی کنم یا اگر قراره شروع کنم باید به بهترین نحو ممکن انجام بشه. تمرکز روی نتیجه رو بالا میبره. به طور مثال اگر 1 سال زحمت کشیدم، ورزش کردم، به سلامتیم اهمیت دادم، مهم نیست. مهم اینه که آخر سال چقدر وزن کم کردم. آیا به هدفی که داشتم رسیدم یا نه؟ و در نهایت راه‌های مقابله با کمالگرایی: 1. باور به این که بپذیریم معمولی بودن چیز بدی نیست. افکار معمولی اما موفقیت آمیز داشته باشیم. 2. تصمیم به تغییر بگیریم. 3. بپذیریم که بعضی از چیزها تحت اختیار ما نیست. 4. نتیجه کار رو بررسی کنیم و احتمال وقوع اون رو بسنجیم. به طور مثال بدترین اتفاق و بهترین اتفاق رو بررسی کنیم.
99% امکان داره من موفق بشم، 1% امکان داره من موفق نشم. 5. به روش و شیوه خودمون زندگی کنیم و جلو بریم. 6. به عقاید خودمون نسبت به عقاید دیگران بیشتر احترام بذاریم. 7. برای موفقیت هامون ارزش قائل بشیم و زمانی که موفقیتی رو کسب می‌کنیم برای خودمون هدیه بخریم. 8. موفقیت های خودمون رو مستلزم تایید دیگران ندونیم. 9. خودمون رو با هیچ کس مقایسه نکنیم. خودمون رو فقط با دیروز خودمون مقایسه کنیم و اگر پیشرفتی داشتیم به اون پیشرفت افتخار کنیم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. اگر از این ویدیو لذت بردی همین الان اون رو لایک کن و به من انرژی بده تا ویدیوهای بعدی رو پرقدرت‌تر کنارتون باشم. از خدای بزرگ بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.